مشکی درست نشونه قدرته، ولی رمز و راز و پیچیدگی های تو رو نشون میده. استفاده بیش از حد از رنگ مشکی نتیجه معکوس و اثر منفی داره، پس با یه رنگ دیگه ترکیبش کن. رنگ آبی تو لباس نماد آرامش و ثباته، قابل اعتماد بودن تو نشون میده، نشانه موفقیت و قدرتته. استفاده از رنگ سفید نماد بی‌طرفیه، خنثی بودن، تمیزی، پاکیزگی و تازگیه. رنگ سبز در لباس نشانه آرامشه، نشانه طبیعت. رنگ سبز ضد افسردگیه و ایجاد فضای راحت و آرامشی رو برای مخاطب شما در بر داره. رنگ قرمز در لباس نماد انرژی، اشتیاق، ضربان قلب بالا میبره و مخاطب رو هیجانی میکنه. استفاده از رنگ زرد در لباس محرک ذهنه، گفتمان تو راحت تر میکنه، شادترت میکنه و خوشبینی مخاطب رو افزایش میده. رنگ بنفش صورتی تو لباس نشونه ابتکار و خلاقیت و هوشمندیته، رنگ خرد و ثروته، ترکیبی از پایداری آبی و انرژی حیاتی قرمزه.